مغز دوست داره پیش بینی کنه یعنی چی؟ دوست داره مغز ما پیش بینی کنه، برنامه بریزه، پلن بریزه، طبق یه چیزی بره جلو. همین الان تو میدونی که من میخوام در مورد حرف بزنم. ما مغزمون رو یه کارخونه در نظر بگیریم. قسمت اصلی که مدیر عامله رو مثلا میگیم قسمت پیش پیشانی. وسط مغزمون هم 2-3 تا جای مهم داریم که یه قسمت مسئول نگه داشتن خاطره هاست، یه قسمت مسئول تنظیم احساساته، یه قسمت هم مسئول اینکه اشتیاق ما داشته باشیم بریم دنبال یه چیزی. وقتی یه نفر میمیره ما یه کسی رو از دست میدیم، مدیر عامل خیلی منطقیه، میگه این آدم دیگه نیست. ولی اون قسمتی که مربوط به احساسات و خاطره است، اینا نمیتونن خودشون رو سریع بازسازی کنن. یعنی مغز میگه نیست، قسمت هیپوکامپ برمیگرده میگه نه هست، من خاطرهشو دارم حس میکنم، مگه میشه نباشه، عکسش به دیواره. اگه این زندگیت این سوگه همدیگه رو کاور میکنن، زمان میگذره تو زندگیت رشد میکنه ولی این سوگ همون اندازه میمونه. یعنی سوگه کمرنگ نمیشه، تو زندگی تو داری رشد میدی. چه زمانی ما میگیم آنورماله؟ الان نه بمبی هست نه موشکی هست، ولی آدما توی ناامیدی و یه انتظار عجیبی هن. اصلا نمیدونم منتظر چی هستن، قراره اتفاقی بیفته، قرار نیست اتفاقی بیفته، ناراحت باشن، خوشحال باشن، ریلکس باشن، به برنامه هاشون برسن، چیکار کنن. یه حالت ابهامه، نمیدونن این ور باشن اون ور باشن و این خیلی بده. ابهام خیلی بده. حتی الان این چیزی که میگی خیلی جالبه، در مورد اینکه آدم‌ها وقتی در مورد یه چیزی خیلی ناراحتن، بابتش دارن قصه میخورن، نمیدونن الان واقعا این قصه که دارن میخورن قصه ارزش قصه خوردن هست، ارزش داره براش قصه بخوریم یا ارزش نداره. آخه نمیدونیم تهش چیه، نکنه بهتر شه بی خودی قصه بخوریم، نکنه قراره بدتر شه پس بذار قصه بخوریم. یه حالتیه انگاری که تو نمیدونی کدوم طرفی بری کدوم سمتی بری. آره این که نمیدونی این خیلی بده. بعدش ابهام کلا خیلی مغز ما همش دوست داره بدونه که چه اتفاقی قراره بیفته. یعنی خیلی دوست داره مغز ما پیش بینی کنه، برنامه بریزه، پلن بریزه، طبق یه چیزی بره جلو. وقتی که تو نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته، فکر می‌کنی مثل کسی که توی مه مونده، یعنی نمیدونه الان جاده اینوریه اونوریه، جلو برم نمیتونم اینجا واسم. خب این ابهام خیلی بده دیگه. الان بیشتر مردم حالا به خاطر خیلی موضوعات دیگه هم ناراحتن، ولی موضوع اصلی که در واقع همه در موردش صحبت میکنن توی حاله از ابهامه. چی قراره بشه؟ حالا اون اتفاق هم اگر بیفته، اون چیزی که مد نظر مردم هست، اگه اون اتفاق بیفته اصلا اوضاع بهتر میشه، قراره بهتر شه، نکنه بدتر شه. الهام میگی مغز دوست داره پیش بینی کنه یعنی چی؟ من متوجهش نمیشم. ببین مغز دوست داره پیش بینی بکنه چون ما همیشه دنیا رو توی ذهنمون یه بازسازی میکنیم. خب این خونه منه، این همسر منه، این بچه منه، برنامه من اینجوری که هر روز بلند میشم غذا بپزم، این مسیر کارمه. انگاری که یه در واقع مثل فوندیشن ساختمون، انگاری که همه چیزش رو پایه ریزی میکنی. خب این چارچوب کلی زندگی منه. خب هر کدوم از این چیزایی که به هم میریزه یه مقداری اون وضعیت ذهنی تو رو دچار تزلزل میکنه. انگاری که یه ذره اون چیزی که من فکر میکردم، مثلا دیدی خیلی از اوقات آدم داره زندگیشو میکنه، همین کارهای کلیشه‌ای روزمره، یهویی مثلا ماشین لباسشویی خراب میشه، بعد خانومه انقدر ناراحت میشه، آقای عصبی میشه، بعد این ناراحتی اصلا تناسب نداره با این، بابا یه ماشین لباسشویی دیگه درست میشه. ولی اون میزان ناراحتی یه مقدار زیادش به خاطر اینه که اون پیش بینی های مغز تو رو، ساختار مغز تو رو از زندگی دچار تزلزل میکنه. چقدر جالب. یاد یه چیزی افتادم، دیدی توی هر اکیپی وقتی یه نفر هست که بهش میگن ضد حال، مثلا میگن برنامه بشیم، میگه من نمیام، مثلا بریم فلان جا، میگه نه من اونجا نمیام، بریم این یکی. انگار که اون پیش بینی، قابل پیش بینی بودن رو داره زیر سوال میبره، تو اذیت میشی. به خاطر اینکه تو جلو برنامه ریختی، میری خوش میگذره، حتی برای فرداش هم میام میخوابم مثلا فردا اینجوری اونجوری، بعد یهویی میری وارد این داستانی بشی که الان 2-3 ساعت بهش فکر کردی، یهویی یکی جلو مثلا وامیسته و نمیذاره تو حال کنی با اون اتفاقاتی که تو ذهنت چیدی. آره در مورد خیلی چیزای دیگه اصلا کلا ما اینجوریم، در مورد خیلی چیزای دیگه نه، ما کلا اینجوریم. باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید توی هدف گذاری ها هم میگن دیگه، میگن حالا یه پلن کوتاه مدت، یه پلن بلند مدت، فقط در این هیته ازش صحبت شده، دورنمای نزدیک، دورنمای دور.
ولی کلا ما آدما داریم با اون چیزایی که تو ذهنمون ساختیم در مورد همه چیز دورنما داریم. حتی در مورد غذایی که من میخوام درست کنم، صبح بلند میشم دارم میبینم که این غذا رو ما داریم ظهر میخوریم و اینجوریه دیگه. وقتی اینا میریزه به هم آدم کلی حسای بد میاد سراغش و خیلی مغز میدونی پیچیده است. ترند میشه مثلا در مورد دوپامین حرف میزنن، حالا الان فکر کنم کورتیزول خیلی ترنده. به این سادگی ها نیست، یعنی یک مجموعه خیلی پیچیده است، یه سری کارها پشت سر هم اتفاق بیفته. اون چیزی که ما میگیم برای مردم بشنون یا صحبت هایی که همکارا میکنن یه چیز خیلی ساده و کوچیکی از یک جریان خیلی پیچیده است. حالا من نمیخوام مثل کلاس درس باشه، ولی میخوام بگم که آره مغزه میاد مثل یک لگو، یه نقشه، یه چیزی چیده، بعد حالا مثلا فکر کنی یه چیزی خراب بشه چقدر حس بدی میاد سراغت دیگه. اینجوریه دیگه. الان در مورد این اتفاقاتی هم که افتاده یه جورایی میتونیم بگیم مردم دچار سوگ شدن دیگه و اینم اصلا غیر طبیعی نیست. هر کسی بنا به اون انتظاری که از آینده و اون روزها داشته به اون دستاورده نرسیده، به خاطر همین براش ناراحته و این اصلا غیر طبیعی نیست. حالا ایده های مختلف، نظرات مخالف، اصلا ما کاری نداریم به محتوای اون فکری که تو ذهن آدم های مختلف هست. اون دستاورده برای هر کسی اونجور که باید به دست نیومده و به خاطر همین آدما الان خیلی توی دوره سوگن. حالا از سوگ هم خیلی ساده سازی شده، گفته که چند تا مرحله داره، چجوریه و به نظر من خیلی خوبه که اتفاقا آدما در موردش بدونن و بدونن که سوگ فقط برای این نیستش که وقتی یه نفر ما از دست میدیم، یه نفر فوت میکنه، اون کلمه فقط برای اون اتفاق نمیفته. هر چیزی، هر پروسه‌ای، هر دستاوردی وقتی از دست ما میره یا به اون چیزی که ما میخوایم نمیرسیم و یه جور دیگه پیش میره، ما ناراحت میشیم و ما میتونیم بهش بگیم که این در واقع سوگه. پس کلمه سوگ رو ما فقط برای مردن استفاده نمی‌کنیم. الان من فکر می‌کنم خیلی از آدم‌ها الان درگیر اینن، خیلی سوگوارن همه. خیلی باد موافقم. ببین این که گفتی فقط در مورد این نیست که یه نفر رو از دست بدیم، نمیدونم ناخودآگاه یاد یه چیزی افتادم، نمیدونم چند سال پیش یادت هست یا نه، هانیه توسلی که من خیلی هم دوستش دارم، گربه‌شو از دست داد. بعد یه پستی گذاشت تو اینستاگرام و چه موج عجیبی از انتقادای مثلا ناراحت کننده که چرا مثلا در مورد گربت عزاداری میکنی، از دستش دادی. همینی که میگی الان آدما توی جنگ لزوما اینکه یه نفر خونه‌شو از دست داده باشه یا یکی از عزیزاشو تو جنگ از دست داده باشه سوگوار نیست. ما هممون یه بخشی از وجودمون رو انگار از دست دادیم. من چند روز پیش رفته بودم خرید الهام، بعد از ترسم من هیچ وقت دوست نداشتم خرید بالک کنم، یعنی زیاد خرید کنم. هیچ وقت دوست نداشتم. میگفتم خونه شلوغ میشه، اینا چرا آدم باید انبار کنه. بعد خودمو در شرایطی پیدا کردم که میرفتم همه چی رو زیاد تو بسته‌های بزرگ تعداد زیاد می‌خریدم. وقتی که داشتم برمیگشتم خونه به همین فکر کردم، گفتم احمد چقدر دلم برای خودم تنگ شده، چقدر ریلکس بودم خرید می‌کردم، چقدر الان استرس دارم بابت این قضیه که نگرانم اتفاقی بیفته. یعنی در بهترین حالت اگه اتفاق نمیدونم جانی نیفتاده باشه، مالی نیفتاده باشه، به قول تو یه دستاوردی، یه تیکه‌ای از وجودمون عوض شده، خاطراتمون، فکرمون، ایدئولوژیمون، تمام چیزهایی که باهاش بزرگ شدیم، برنامه ریزیامون. تو 20 سالگی ما الانمون رو دیده بودیم، فکر می‌کنیم زندگی رو یه جور دیگه داشتیم پیش می‌بردیم. و خب حالا حالت نرمال زندگی هم اینطوریه، قرار نیست مسیر ما اونجوری باشه که همیشه پیش بینی میکنیم، ولی این اتفاق باعث شد دیگه خیلی پرچیم از مسیری که قرار بود بریم و این خودش خیلی ناراحت کننده است. آره میدونی سارا، یه چیز دیگه ای که خیلی ناراحت کننده است این وسط اینه که الان این سوگواریه، این ناراحتیه توش ابهام داره. ما یه چیزی داریم به اسم ambiguous loss یا سوگ مبهم، از دست دادن مبهم. ambiguous loss یعنی این که الان توضیح میدم، یعنی این که ما
برای یک چیزی که ممکنه حضور فیزیکی داشته باشه ولی دیگه کارکرد نداشته باشه، یا یه چیزی که کارکردش اثراتش هست ولی فیزیکش نیست، یعنی در واقع به صورت کامل اون دستاورده، اون چیزه، اون آدمه رو از دست ندادیم ولی دیگه هیچی شبیه قبل نیست. یعنی تو عملا ناراحتی چون دیگه اصلا این اوضاع، اون فرد، اون پروسه شبیه قبل نیست، ولی از دستش هم ندادیم، وسطی، نه هست نه نیست. همین چیزی که هم اول گفتیم دقیقاً برمیگرده به این سوگ مبهم. خیلی میتونه توصیف خوبی باشه از شرایط الان ما. این اتفاقاً یک نظریه‌ای که این اواخر هم مطرح شده در مورد سوگ. خیلی سال پیش در مورد اینکه آدم‌ها وقتی می‌مردن، حالا قبیله‌های انسانی کم کم وقتی که زبان به وجود اومد، کم کم انسان‌ها یاد گرفتن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، طبق سنت‌ها و فرهنگ‌ها مثلا می‌رفتن همدلی می‌کردن. مطالعات زیادی یعنی انجام نشده بود. اولین باری که در موردش صحبت شد، در مورد سوگ، فروید صحبت کرد. اونم به خاطر این بود که میخواست فرقش رو ببینه که حالا آدمایی که سوگوارن مثلا این چیه که یه ذره با افسردگی متفاوته. بعد این همینجوری بیشتر در موردش صحبت شد، گفتن سوگ چیه، چجوریه. اولین کسی که اومد در موردش صحبت کرد اومد گفت خب من مریضایی که دیدم، تحقیقایی که کردم، میبینم این آدما 5 تا مرحله رو رد میکنن. اولش معمولا خیلی‌ها نمیپذیرن، انکار میکنن این حالتو، میگن نه مگه میشه، ما از دست ندادیم. بعد مثلا خیلی‌ها میبینی خشمگینن، میگن نه چرا باید این اتفاق بیفته، چرا واسه ما این اتفاق افتاده، تقصیر کی بوده این اتفاق افتاده. بعد دوباره یه سریا میرفتن که خیلی مودشون میومد پایین، یه سریا میرفتن تو حالت چانه زنی به اصطلاح میگن، یعنی هی میگفتن نمیشه این کارو کنم اون دوباره به برگرده، یا مثلا این کارو بکنم اون دوباره درست شه، و در نهایت که میپذیرفتن. اومد گفت خب پس من توی مراجعه‌ام اینا رو دیدم، کسایی که روشون کار کردم، پس این 5 تا مرحله است. بعد کم کم که گذشت، تعداد مراجعه بیشتری دید، تحقیقات بیشتری شد، دیدن که نه، اصلا اولا که ترتیب نداره این مراحل. بعد بعضیا میبینی از بعضی مراحل اسکیپ میکنن، یعنی یه نفر انکار میکنه یهو میرسه به پذیرش. یعنی 5 تا مرحله برای بعضیا همش هست، برای بعضیا به صورت پس و پیش هست، برای بعضیا اصلا میبینی که مثلا اصلا 2 تاش هست. شناوره، یعنی تیک لازم نیست بزنی، قرار نیست تیک بخوره. بعد یه سوال دیگه هم اینجا به وجود اومد، گفتن خب پس این نظریه خیلی کامل نیست. گفتن حالا اگر که یه نفر به پذیرش هم برسه این مرحله رو، پس چرا دردش میاد؟ چی میشه که این سوگه؟ پس چرا طرف غمگینه با اینکه افسرده نیست؟ اومدن باز یه سری نظریه های دیگر رو در توضیحش آوردن. من در مورد دلبستگی صحبت کردن. دلبستگی از ویژگی های ما آدم هاست، البته تو خیلی از موجودات دیگه هم هست، که مثال جالبش در مورد بچه هاست. بچه ها به مادرشون، اون کرگیورشون خیلی دلبستن دیگه. ما از بچگی اینو یاد میگیریم، وقتی هوی میبینیم مامانمون نیست یا مامانشون رو گم میکنن، گریه میکنن، جیغ میزنن، داد میزنن، میگردن. بعد گفتن آها، پس اون کسی که سوگوار شده تو پروسه سوگه، احتمالاً این آدم هم به خاطر دلبستگی است که مثل همون که داره دنبال مامانه میگرده، به خاطر همین طرف انقدر ابراز ناراحتی میکنه، نشون میده ناراحتیاشو. بعد دوباره همینجوری که داشتن اینو در توضیح مطلب قبلی در واقع میگفتن، یه هایی دیدن که یه سوال جدید به وجود اومده. خیلی ها اینو میپرسن، خب شما میگی پس اگه یه نفر بمیره، یه کسی یه چیزی رو از دست بده، خب خیلی غم داره چون به اون فرد دل بسته بوده، پس چرا اینا بعد یه مدتی برمیگردن سر کار؟ مثلا چجوری میشه اینا دارن زندگیشون میکنن، یه خاطره خوب میگی میخندن، اینا چه دلبستگیه؟ اومدن دوباره در تکمیل موضوعات قبلی اینو اضافه کردن که خب سوگ یه پروسه دوگانه است، یعنی مثل یک علاکلنگی، یعنی شخص نوسان داره بین ناراحتی فقدان و زندگی نرمال. اوایل خیلی این نوسان سریعه، ولی با گذشت زمان این نوسانه متناسب میشه. و در نهایت سوال اصلی اینجا بودش که خب خیلی از آدما ممکنه یه طرف علاکلنگ بمونن، یه هایی میبینیم میرن تو اون غمه، تو فقدانه، و اون میشه اون سوگ پیچیده، و بعضیا میمونن این بالا، مثلا اصلا سوگواری نمیکنن، تو هم زندگی سرکوبش، و اون میشه
سوگی که انجام نشده و بعدها دوباره برون ریزی میکنه. و بعد هم که دیگه مطالعات جدید اومد، نوروساینس شد و این اواخر، در واقع اواخر که حدود 50 سال پیش نظریه سوگ مبهم رو دادن. راست در مورد مریضاش دید که اونایی که سربازایی که رفته بودن ویتنام برای جنگ خانواده هاشون میان، سربازا نیومده، اصلا نمیدونن هنوز زنده‌ان یا نه. علائم سوگواری رو نشون میدن، این تعادل هم حفظ میشه ولی یه ابهامایی وجود داره، طرف نمیتونه انگاری یه جاهایی کامل سوگواریش رو تموم بکنه. البته بگم سوگواری قرار نیست تموم بشه، حالا توضیح میدم، ولی متفاوته با اینکه یه نفر واضحا میمیره، تو میری در واقع دفنش میکنی، یه چیزی رو از دست میدی، میبینی تموم شده، سوخته، نمیدونم پاره شده، لباسی که نمیدونم از دست رفته یا هر چیزی. دید آقا این همش فکرش درگیره ولی از طرفی هم نیست بچهش. اومد گفت خب پس ما برای این حالتها زمانی که یه چیزی کاملا انگار از دست رفته و نرفته، پس یه چیز داریم به اسم سوگ مبهم. این ابهامه در واقع دردناکتر از خود اون از دست دادن است و خیلی به این مسئله سوگ مبهم پرداختن. اینا رو همه رو داستان سرایی کردم که برسم به اینجا که آقا سوگ چی بود و سوگ مبهم از کجا اومد و ما الان تو چه شرایطی هستیم. ما دقیقاً الان تو سوگ مبهمی، میبینی نمیدونیم چی میشه، انگار یه سری چیزها رو از دست دادیم و الان هم که در واقع نمیدونیم چی میشه، این حالت ابهامه برامون وجود داره و این خب خیلی دردناکه دیگه. چی بود؟ ambiguous loss. سوگ مبهم. میتونی در مورد همین سوگ مبهم توی زندگی روزمره و مثالای دیگه بزنی؟ من یکم هم جا بیفته. فراوون داریم. چی دیگه؟ مثلا مثل کسایی که یک والد دمانس، یعنی یک والدی دارن که درگیر دمانسه، مثل آلزایمر. والد حضور فیزیکی داره ولی خودش نیست، یعنی دیگه انگاری که آره در واقع این میشه. بعد اگه نگاه کنی با کسایی که اینا رو نگه می‌دارن، بچه‌هاشون که اینا رو نگه می‌دارن، نگاه می‌کنی، صحبت می‌کنی، می‌بینی و یه غمی دارن، مثل اینکه انگار یه چیزی از دست دادن ولی در عین حال انگار یه جوری چسبیدنش و از دست ندادن ولی بابای هست ولی بابای قبلی نیست. یه غم خاصیه، یعنی تو انگاری که میخوای براش گریه کنی بعد میگی نه بابا هست دیگه، بعد دوباره میگی نه ولی خودش نیست. یعنی از نظر فیزیکی اون فرد الان حضور داره ولی اون شخصی که تو میشناختی دیگه نیست. یا مثلا کسایی که تصادف میکنن میرن تو کما، بعد که به هوش میان ممکنه خیلی متفاوت باشن با آدم قبلی، شخصیتشون تغییر کنه. یعنی حتی کسی که بیماری روانی هم میگیره ممکنه. کسایی که اختلالات مزمن و شدید روانپزشکی دارن، مثلا نمیدونم من تشخیص بگم از این کلمات سوء استفاده میشه، اختلالاتی که منجر میشه به بستری‌های طولانی مدت و شخص عملکردش دیگه مشابه قبل نیست. بله. یا مثلا کسایی که اعتیاد شدید دارن، خب به واسطه اعتیاد زیادتر استفاده میکنن یا اصلا تو حالت هوشیاری نیستن یا عملکردشون کاملا متفاوت میشه. یا مثلا بچه‌هایی که والدینشون از همدیگه جدا میشن، یهویی براشون مادر پدر همونن ولی دیگه شرایط قبل نیست. ببین اینو که گفتی یاد یه چیزی افتادم، کسایی که مهاجرت میکنن، وای خیلی برای پدر مادر یا حتی خود بچه‌هایی که مهاجرت کردن از نظر فیزیکی توی دنیا هستن ولی دیگه اون حضور رمانتیک و عاطفی رو ندارن. اینم یه جور سوگ مبهم میشه. اینم یه جور سوگ مبهم میشه. در واقع در نهایت برای سوگ مبهم تو چیز درست و اینجوری چارچوب داری نداری که براش گریه کنی، نمیدونی میخوای برای چی گریه کنی، در عین حالم میدونی که دیگه اون چیز قبلی نیست، اون شرایط قبلی نیست. اینجاست که باید یاد بگیریم و این ابهام قرار نیست حل بشه و اینجاست که ما باید یاد بگیریم باید با ابهام زندگی کنیم
و این خیلی برای مغز ما سخته. هم اولش گفتم مغز ما عاشق پیش بینی کردنه، برنامه بریزه. حتی بی برنامه ترین آدما هم خیلی میگن نه بابا همه برنامه ریزی ندارن که. درست برنامه ریزی تو انجام کارها با برنامه ریزی که مغز کلا از اون ساختاری که برای زندگیش میسازه متفاوته. وقتی تو نمیدونی چیه، یه پازل گم شده نیست، بعد مجبوری با این بپذیریش و زندگی کنی باهاش و اون پذیرشه کار راحتی نیست. هر لحظه ما داریم پیش بینیم. همین الان تو میدونی که من میخوام در مورد سوگ حرف بزنم. دقیقاً اینطوریه دیگه. من خیلی به روانشناسی تکاملی علاقه دارم، هیچ ادعایی هم توش ندارم، ولی ببین فکر کنم این خیلی ضروریه برای مغزمون، برای بقامون. چون که تو مثلا توی اون انسان‌های اولیه باید هر لحظه مراقب خطر، حمله اینا می بودی، باید همش پیش بینی می‌کردی. الان اگه چیزی تکون خورد این چیه، من مراقب باشم، باید مراقبت کنم از خانواده‌ام، باید فرار کنم. توضیحاتی هم در موردش وجود داره، حافظه جمعی و اینا، که دقیقاً مثلا اگر که ما تا صدای بوق ماشین میشنویم یهو اینطوری میشیم که نکنیم، برمیگرده مثلا به اون حافظه جمعیمون از قدیم که تا یه صدای بلندی میاد سریع تو باید مراقب باشی که اتفاق بدی نیفته. چقدر این سوگ مبهمی که گفتی چقدر زیاده، چقدر عجیب در موردش نمیدونستیم و چقدر همه یه جوری درگیرشن. اصلا همه این مثالایی که زدی تو روزمره فکر کنم خیلی درگیرش باشیم. مخصوصا الان خیلی خانواده هایی که نگهداری میکنن از سالمنداشون که درگیر دمانسن یا خیلی به دنبال هر نوع سکته مغزی که منجر به ناتوانی میشه، الان یه ذره خانواده ها آگاه تر شدن، در این حال که ممکنه کمک بگیرن از یه پرستار یا از یه ارگانی، از یک مؤسسه‌ای، اما من فکر میکنم بیشتر توجه میکنن، میخونن و الان در واقع کم کم داره این مورد که این به عنوان یک قسمتی از توجهات به نگهدارنده های این افراد باشه. یعنی کسی که میاد، شما مریض آلزایمری برات میاد، یکی از قسمت‌هایی که باید بهش توجه کنی اینه که به خانواده‌اش هم از اون سوگه توجه کنی. یعنی کسی دچار اون حالته بفرستیش روان درمانی، نیاز به دارو داره کمکش کنی. خب الهام، روش سالم سوگواری چیه؟ اصلا راه درست وجود داره برای سوگواری؟ ببین راه درست معمولا این چیزای فرهنگی و سنتیه دیگه. حداقل ما خودمون میدونیم معمولا این که لباسمون چه رنگیه، مثلا جمع میشیم، خط میگیریم، 7 میگیریم، 40 میگیریم، سال میگیریم، غذا میدیم کسی وقتی میمیره. خب اینا تو فرهنگ ماست. اخیراً یه سری چیزا من دیدم توی حالا فضای مجازی که به نحو دیگه ای آدم‌ها دارن سوگواری میکنن و خیلی بهشون نقد شده که چرا این کارو میکنید. نحوه سوگواری اصلاً مهم نیست، پرداختن به سوگ مهمه. این در واقع اون نکته خیلی مهمه. این که من لباس چه رنگی میپوشم مهم نیست، مهم اینه که من این لباس رو به خاطر این شرایطم پوشیدم. اگر من حالا مثلا نمیخوام غذا بدم، عوضش ممکنه 10 تا نون بگیرم ببرم به فقیرا، من به خاطر سوگم این کارو کردم. یعنی نوع سوگواری با پرداختن به سوگواری 2 تا چیز کاملا متفاوته. پس نوع سوگواری اصلا مهم نیست، پرداختن به اون سوگه، کمک کردن بقیه به این که من از این سوگ بگذرم، چه جوری از این سوگ بگذرم، خاطره بنویسم، عکس چاپ کنم، غذا بدم یا هر چیز. هر کسی روشی داره. مثلا توی کرونا، دوره کرونا خیلی ها نتونستن واقعا برای خانواده هاشون مراسم بگیرن، ولی الان با خیلی هاشون که صحبت میکنی الان اتفاقا از اون مرحله گذر کردن. درسته که نتونستن برای عزیزشون مراسم های سنتی بگیرن، اما چون میتینگ های آنلاین گذاشتن، نوشتن، خاطره اون شخص و جور دیگه در موردش صحبت کردن، انگاری که اون سوگواری انجام شده. واقعا این تأییدیه برای این که پرداختن به اون سوگ مهمه، من نوع سوگواری. من متوجه نمیشم چرا پرداختن به سوگ مهمه. یعنی تو به خودت یادآوری کنی که یه چیزی رو یا یه شخصی رو از دست دادی. آره خیلی مهمه، به خاطر اینکه مغز برای اینکه دوباره بتونه اون شبکه پیشبینی که ساخته بوده با اون فرد دوباره بازنویسیش بکنه، این فرد رو از تک تک قسمت‌های مغزش
حذف که نه، یعنی یه جوری جا بندازه که حضور فیزیکی این شخص دیگه نیست و من باید روی چیزای دیگه ای حساب کنم و جایگذاری کنه، نیازمند زمانه و این مراسم ها این چیزا اون زمان رو به مغز میدن. یه مثال ساده بزنم. مغز ما خب یک سیستم خیلی خیلی پیچیده است. این که من بخوام از 2-3 تا قسمتش فقط نام ببرم و بگم این کارو میکنه کار درست نیست، فقط برای اینکه درک کنیم در ببینیم. حد یه بچه 10 ساله لطفاً به من توضیح. چشمت. ما مغزمون رو یه کارخونه در نظر بگیریم. قسمت اصلی که مدیر عامله رو مثلا میگیم قسمت پیشانی. وسط مغزمون هم 2-3 تا جای مهم داریم، اسمای علمیش حالا مهم نیست، که یه قسمت مسئول نگه داشتن خاطره هاست، یه قسمت مسئول تنظیم احساساته، یه قسمت هم مسئول در واقع اینکه اشتیاق ما داشته باشیم بریم دنبال یه چیزی. شما فکر کن توی زندگی عادیت، یه زن و شوهر رو مثال میزنم، ساعت 8 شب که میشه مدیر عامله میگه که الانه که دیگه بیاد، الان همسرت میاد. اون قسمتی که مسئول خاطرات یهویی میره میگه آخ چون مثلا اون چهره طرف میاد تو ذهنت، مثلا الان از این به بعد چه کاری قراره باش بکنی. اون قسمت اشتیاقه بلند میشه میره دم در و اون قسمت احساسات هم حس امنیت و اینا بهت میده. حالا فکر کن وقتی یه نفر میمیره، ما یه کسی رو از دست میدیم، مدیر عامل خیلی منطقیه، میگه این آدم دیگه نیست، ولی اون قسمتی که مربوط به احساسات و خاطره است اینا نمیتونن خودشون رو سریع بازسازی کنن. یعنی مغز میگه نیست، قسمت هیپوکامپ برمیگرده میگه نه هست، من خاطره‌شو دارم حس میکنم، مگه میشه نباشه، عکسش به دیواره. حالا برای اینکه این قسمت پرفرونتال ما که مدیر عامل همه چیزو در واقع 2 تا 4 تایی میدونه، این میگه ولی یه ناتنظیمی با اون چند تا قسمت دیگه است، اونا قبول نمیکنن، دلیل میارن، میگن بوش هست، عکسش هست، خاطرش هست، اشتیاقش درون من هست، هنوز دوستش دارم، میره جستجوش میکنه، نه چی میگی، انکار میکنه، که اتفاقا مراحل سوگم توضیح میده. خب برای اینکه این اتفاق بیفته و سایر قسمت‌های این مدار مغزی هماهنگ بشه با قسمت جلو یا مدیر عامله، این نیازمند زمانه و این زمانه هم ما نمیتونیم دقیق بگیم مثلا حالا 6 ماه 1 سال، به صورت میانگین میشه یه عددی رو گفت، ولی تو آدما حالا بسته به در واقع شرایطشون، بسته به ژنتیکشون، این در واقع انعطاف پذیری نورون هاشون، تغییر شکل دادن مسیرهای عصبیشون و کوپینگ کردن با شرایط جدید زمان بره. حالا اون سوگواریه، اون مراسم ها، اون جمع شدن ها، انگاری که به تو این در واقع فرصت رو میده که تو اینو دوباره بازسازی کنی، در عین حال که حس غمت رو با بقیه به اشتراک بذاری. وقتی که جمع میشن همه مثلا میان برای خاک سپاری، نشون میدن که تو تنها نیستی، ما تو غمت شریکیم و این مهم نیست تو از چه طبقه اجتماعی هستی، ما هم اومدیم و برای ما هم یه روز این اتفاق میفته. دوباره مثلا میشه روز سوم، در واقع کم کم اون هیپوکامپ اون جاهای دیگه داره میپذیره، اون احساس ترس به شخص غلبه کرده، کم کم نه همه میان دارن با من گریه میکنن، همه پس غم منو فهمیدن و بعد کم کم شروع میکنه اون مسیر، اون دیگه اون جاده‌ای که قبلا بین اینها بود پر از چاله چوله است، شروع میکنه یه جاده دیگه ساختن با یه آسفالت خوب و این نیازمند زمانه. به خاطر همین 40 ارزش داره، سال ارزش داره و اینها باعث میشن در عین حال که تو برگردی اون شخص رو بدونی که حالا درسته فیزیکش و خاطراتش توی یه جای از مغزت هست، ولی دیگه اون جاده قابل استفاده نیست، یه مسیر جدیده و این قشنگی آیین‌های سوگواریه. حتی یه چیز جالب تر بگم، حتی مذهب، نمیخوام بگم چه مذهبی، حتی دین، باور به چیزهای ماورایی خیلی کمک میکنه آدم‌ها بتونن سریع بعد از دست دادن یه چیزی معنا پیدا کنن. خب به خاطر باورهاشون. این به این معنا نیست کسایی که دین ندارن یا مذهب ندارن نمیتونن، ولی میخوام بگم اونهایی که دارن سریعتر معنا ممکنه پیدا بکنن. چطور بهشون کمک میکنه دین که راحت‌تر معنا پیدا کنه؟ با توجه به این که میگن خب پس یه روزی من یه جای دیگه میبینمش و اینکه رفت یه جایی که جاش بهتره. فکر کنم این پذیرفتن مفهوم مرگ توی دین خب خیلی بیشتره، شاید از این نظر بیشتر بهشون کمک میکنه، چون همه میپذیرن ما یه مرگی داریم و زندگی بعد از اون ادامه داره. آره تقریبا. و اینکه حالا کارکردهای دیگه هم داره دیگه، مثلا
اینکه آدم‌ها تو دین‌های مختلف ممکنه یه سری کارهایی رو بکنن که برای شخص خوشاینده. مثلا نمیدونم، فکر میکنم توی ترکیه هست یه دین خاصی، اگر اشتباه میگم من عذرخواهی میکنم، ولی میدونم که همچین چیزی هست، اگر شهرش رو اشتباه میگم. البته تو ایران هم داریم. آدم ها بعد از یه روزی مثلا توی این دین میگن خب بر اساس این خوبه که ما بعد از 40 دیگه این رنگ رو نپوشیم، رنگ سیاه نپوشیم. اون قوم مذهبی، اون قومیتی که مثلا وجود داره و همشون یه دین مشترک دارن، میرن و یه لباس جدید میبرن و لباس اون شب. ببین مثلا کارکردهای این شکلی، حالا بعضیا بسته به دین، بعضیا بسته به سنت ها و رسم و رسومات و ایناست. الهام، این که میگی تاثیر داره توی پذیرش سوگ یا حتی بعدش حالشون بهتر بشه آدم‌ها، واقعا روی بدن و مغزم تأثیری داره؟ اینکه بقیه کنارت باشن یا لباس تو تغییر بدی، اینجور چیزا چه تأثیر روی بدن و مغز داره که بهتر میکنه حالمونو؟ ببین در واقع انگار یه جوری زمان میخره برا تو و حسهای منفی که غلبه کرده بر تو، مثل ترس، عدم امنیت، با حضور این آدما انگاری اونها یه مقداری حسشون که اینکه چه نوروترانسمیتری بالا پایین میشه توضیحش خیلی ساده نیست، یه ذره پیچیده است، نیازی هم نیست حالا ما یه کوچولو ولی به من بگو، من علاقه دارم. ببین در مورد در واقع مسیرهای عصبی، تو با یک چیزی احتمالا خیلی شنیدی دیگه، این روزها خیلی هم باب شده، نوروپلاستیسیتی، یعنی انعطاف پذیری مغزی. انعطاف پذیری مغزی مهمترین چیزیه که باید فراتر از این نوروترانسمیترها در موردش بدونی. همون این که دوباره اون مسیرهای عصبی از قبل ساخته شده دوباره بتونن، حالا که از بین رفته، پر چاله چوله شده و خرابه، دوباره میتونن خودشون رو باز آرایی کنن. یعنی چی؟ یعنی ما معمولا از در سنهای بالا سلول مغزی جدید ساخته نمیشه. تو بعضی قسمت‌های مغز به صورت محدود ما از سایر نورون‌ها و سلول‌های عصبی که داریم باید استفاده بکنیم و نوروپلاستیسیته مطرح شده دیگه، خیلی هم بهش پرداخته میشه این روزا. یعنی نبود اینو نگی؟ خیلی جالب بود. یعنی اینکه این مسیرهای عصبی در واقع دوباره باید از نو بازآرایی بشن. مثل این که مثلا قبلا تو فکر کن ما 10 تا دونه مثلا لیوان داریم، این 10 تا لیوان مثل مربع چیدیم، بعد یهو می‌بینیم آقا دیگه مربع خوب نیست دیگه، خب دوباره اینا رو مثلا به خط می‌چینیم، مثلثی می‌چینیم. یعنی ما با لیوانایی که داریم چند تا شکل مختلف خلق کردیم. مغز ما این قابلیت رو داره و خیلی جالبه. یعنی اینکه ممکنه ما شکل دستمون رو نتونیم، انگشتمون رو نتونیم تغییر بدیم. خیلی‌ها میگن خب نه شکل مغز که عوض نمیشه، نه اینا قابل دیدن. این مسیرهای عصبی اون ارتباطات ریزی هستش که بین نورون‌هامون وجود داره، اینها دوباره بازآرایی میشه. از یه مسیری پیام رسان‌ها کمتر میرن و اون مسیر کم کم قدرتش رو از دست میده. مثل عضله، دیدی از یه عضله اگه کار نکشی شروع میکنه به کوچولو شدن. دقیقاً. ببینین عضله حافظه داره، اینم دقیقاً همینه. یه همچین چیزیه دیگه. آره. چقدر جالب. دقیقاً. خب و اگر که از مثلا توی خود دست اگه زیاد جلو بازو بزنی اینجا تقویت میشه، اینا رو هیچی نزنی تقویت نمیشه. دقیقاً این هم همینه. اون مسیر عصبیه که قبلا با وجود اون فرد تقویت شده بود حالا دیگه جواب نمیده، تو مسیر و چارچوب ذهنی من دیگه نیست و باید یه مسیر جدید ساخته شه. و برای ساخته شدن این مسیر جدید من به چند تا چیز نیاز دارم. اولا این که نیاز به زمان دارم چون طول میکشه دوباره یه مسیر ساخته شه. دو این که من یه سری حسای بد دارم، منو میترسونه، من اجتناب میکنم اصلا، که خیلی هم میان از این کار میکنن، بهش میگیم avoidant coping دیگه، یعنی از مواجهه اجتناب میکنن، فکر میکنن اگه نرن تو دلش، سوگواری نکنن، به بقیه اجازه ندن حرف بزنن، تا مثلا میگی خدا بیامرز مثلا بهشون برمیخوره، نه مثلا حرف نمیزنن، اینا avoidant میکنن. اتفاقا اینا اصلا خوب نیست، باید هی در موردش حرف زد، اجازه بدی اون مسیر عصبی، اتفاقا مسیر عصبی جدید ساخته بشه با یاد اون آدم ولی بدون حضور اون آدم، که زندگی تو دوباره چارچوب مغزی تو با یه مسیر، یه مدار عصبی جدید ساخته شده باشه. و این نظریه انعطاف پذیری سلول‌های عصبی فوق‌العاده است. به خاطر همین ما آدم‌ها توانمندیم هر کاری رو تو هر سنی، حالا هر کاری که
یه چیز کلیه میگم، یعنی خیلی اغراق‌آمیزه، ولی کارهای زیادی رو میتونیم تو هر سنی انجام بدیم به خاطر اینکه مغز ما این توانایی رو داره. و اما بودن بقیه چه حسای خوبی رو برای ما ایجاد میکنه؟ خب اول گفتیم زمانه، بهمون زمان میده، اجازه میده ما در واقع حسای بعدمون تعدیل بشه. مثلا همین که میان، حالا من تو فرهنگ خودمون رو میگم، وقتی میان و تو رو در آغوش میگیرن باعث میشن مثلا اکسیتوسین تو یه مقداری دوباره تغییر کنه و اون حس خوبه در تو دوباره ایجاد بشه. یه چیز خیلی ساده است و اینجوری در واقع این نوروترانسمیترها هم شروع میکنن به بالانس شدن. دوباره این تموم میشه روز 3، دوباره همه رفتن طرف تنهاست، دوباره همه میان دوباره حسای خوب یه پیک میزن به واسطه نوروترانسمیترها. بعد خیلی ها میگن که گریه نکنین، نذارین شخص گریه کنه، اجازه ندین سوگواری کنه، دورش رو خالی نکنین. اوایلش آره ما میگیم که دورش رو خالی نکنین، ولی حق نداریم بگیم گریه نکنن، به خاطر اینکه میگن اونهایی که گریه نمیکنن یه جایی منفجر میشن. نه، آدم ها با هم دیگه متفاوتن. یه نفر باید اون خشمش و ناراحتیش رو با گریه بروز میده، یه نفر میبینی اتفاقا اصلا اهل گریه نیست، میره تو خودش، دلش نمیخواد حرف بزنه. چقدر جالب، من اینو نمیدونستم که اگه آدما گریه نمیکنن نباید حتما مجبورشون کنی که گریه کنن. فرد اصلا بروز ناراحتیش با گریه کردن، ما مگه چقدر اون شخص گریه کن بزنی تو پیاز بیاری. آره و دیگه این زمان رو گفتیم، حس ها رو گفتیم. بعد میشه 40 دوباره فرد تنها شده، دوباره غم میگیرتش، دوباره احساس بدی، احساس تنهایی، دوباره آدما میان میگن که ما هستیم، تنها نیستیم، همدلی میکنن و این حس خوب میده، پس من هم بدون اون شخص ارزشمندم. دوباره باورهای جدیدی در ذهن این شخص، اون مسیرهای عصبی که داره آروم آروم شکل میگیره با مفاهیم خوب آجراش میشه. اون مفاهیم خوب هستن آدمایی که اگه اون نباشه به من کمک کنن، همدلی کنن، یه آجر. مثلا اگر اون نیست، عوضش نقش من از این به بعد توی این زمینه پررنگ تره، من الان باید قوی تر باشم، الان من یک مثلا خانوم مستقلم، الان من مثلا اینجوری. اینا دونه دونه میشه آجرها و طرف میرسه به پذیرش، میشه سالگرد، میرن همگی جمع میشن، میبرنش مثلا دوباره سر مثلا مزار اون شخص که اون یک اتچمنت پلیسه، یعنی یه جایی که نماینده حضور اون شخصه. اینا رو ما حالا اینا که گفتیم اینا توی سوگ در واقع نرمال داریم، ما توی سوگ مبهم که گفتیم متاسفانه اینا نیست و این خیلی قضیه سوگ مبهم رو پیچیده تر میکنه دیگه. مزاری نیست ما بریم. خب باید چیکار کنیم وقتی سوگ مبهم داریم؟ باید در مورد اون ابهام حرف بزنیم و بپذیریم. حالا به پذیرش رسیدن باز خودش کلی داستان داره، ولی این که همین الان خیلی ها میدونن اگر یه آدم مریض تو خونه دارن، یه شخص معتاد دارن، فرزند مهاجر کرده دارن، فرزند سرباز دارن، اگر ناراحتن اشکالی نداره، طبیعیه. یعنی این شرایط نرمال، شما حالتون بده به خاطر اینکه از اونی که دوست دارین دورین و نمیدونین قراره چی بشه، ولی مهمترین نکتهش اینه که باید با خودتون این رو کار کنید که باید کم کم با این ابهام کنار بیاین. این غم هم هست و باید بپذیرینش و به زندگیتون برگردین. حالا جملهش خیلی جمله کلیشه‌ایه ولی واقعیتیه که روان درمانی‌های اصولی اصلا ممکنه جلسه ها ماها طول بکشه که همین یه جمله معمولی رو شخص بتونه انجامش بده. ببین همه این چیزایی که گفتی که 3 میشه 7 میشه 40 میشه و آدما میان، تو کم کم متوجه میشی که ارزشمندی. من خیلی سال پیش یکی از بستگان رو از دست دادیم، یه کتابی اون موقع خوندم، اگه اشتباه نکنم فکر کنم مغز سوگوار بود اسمش. بعد گفت حتی افسردگی بعد از سوگ از نظر تکاملی برای شما نیازه که شما متوجه بشی اون لایف استایل قبلی، اون برنامه‌های قبلی دیگه باید تغییر کنه. تو آدم جدیدی هستی، قابلیت‌های جدیدی لازم داری، باید خودتو برای زندگی جدید آماده کنی و همه اینا زمانبر و انرژی بره. تو یه تایمی میخوای که روی لو مود باشی، انگار که باتری گوشیو میذاریم روی حالت باتری سیو میذاریم که سیو کنه، تو لو مود میشی، خودتو داری آماده میکنی برای، یعنی طبیعی افسردگی، ناراحتی. دقیقاً باید باشه. با این کتاب محشره. اوکانر اگه
اسمشون مری نمیدونم اوکانر، ولی مری فرانسیس. مری فرانسیس اوکانر فوق العاده است. این خانم خیلی از منظر نوروساینس پرداخته به این موضوع و من خیلی نوشته هاشو دوست دارم. حالا کم کم این یه دریچه‌ای هستش که به سوگ باز شده. یه مثال خیلی جالب بزنم از کتاب اوکانر. میگه که قبلا میگفتن کسی برای هر چیزی که سوگواری دیگه بعد یه مدتی رفته دیگه نیست و فراموشش کنی، ولی اوکانر میگه نه، اینجوری نیست. قرار نیست تو اونو پروندهشو ببندی، اصلا بسته نمیشه تو مغز فقط یاد میگیره ازش استفاده زیاد نکنه. مثلا اون جاده هست چاله چوله داره، ولی من حالا دیگه از این جاده جدیده میرم دیگه و زندگی ادامه داره. انگار که تو وقتی برات یه سوگی اتفاق میفته، اگه این زندگیت این سوگه ببخشید اینا همدیگر رو کاور میکنن. وقتی که از زمان میگذره تو زندگیت رشد میکنه، ولی این سوگ همون اندازه میمونه. یعنی سوگه کمرنگ نمیشه، تو زندگی تو داری رشد میدی. حالا هر چقدر اون ارتباطات بیشتر باشه، آدمای بیشتری کنارت باشن، میکنی دقیقاً میتونی راحت‌تر. یعنی هیچ وقت نه اون حذف میشه نه کوچیک میشه. اگه آدما بعد از یه مدتی غمشون کمتر میشه، اگه روزای اول زیاد گریه میکنن، بعد یه سال حالا مثلا ماهی یه بار گریه میکنن، به معنی کوچیک شدن اون سوگ نیست. آره دقیقاً. زندگی در کنار اون رشد کرده. یا من دیدم خیلیا میگن که خانومی که اگه همسرش فوت باید همیشه سوگوار بمونه، مثلا چرا ازدواج میکنه؟ این به معنای اینکه اون شخص رو دوست نداره یا اینکه مثلا فراموشش کرده نیست. بابا زندگی جریان داره. چطور به خودتون اجازه میدید که سوگ یک شخص رو انقدر گنده کنید که از زندگی اون شخص بزرگتر بشه؟ ببین حالا همه اینا رو گفتیم، در مورد ambiguous loss هم گفتیم، مثالم خیلی در موردش زدی، من کامل متوجه شدم. من یه سوالی ازت میپرسم، ببین درست متوجه شدم. اگه مثلا توی یه رابطه‌ای بریم، بعد اون آدم ما رو گوست کنه، یعنی بدون هیچ توجیهی، بدون هیچ جوابی، مسیجی، یه دفعه بذاره بره، اینم جزء ambiguous loss میشه؟ آره چرا نشه؟ خب بعد اگر که ما واقعاً اینجوری در نظر میگیریم که واقعا گست شدیم، اون آدم ما بیخبر بودیم از همه جا، یعنی این سناریوی کاملا درستی باشه، حرف دو طرف هم شنیدیم و اینا، خب خاطرات اون شخص هست ولی خودش نیست. بنابراین اون شخص بعد اون آدم میدونی درگیر این میشه که من چه کارهایی باید میکردم که نکردم. هی دنبال اون شخص میگرده که انگاری بیاد یه ورژن بهتری از خودش رو ارائه بده و بعد که نمیفهمه آدم هست نیست. این هم به نوعی میتونه یک سوگ مبهم باشه. میگم آدم با آدم متفاوته و باید مثلا بری تو بطن داستانشون، سناریوی رابطهشون، ولی به صورت کلی میتونیم این رو هم یه نوع سوگ مبهم در نظر بگیریم. توی کدوم نقطه آدما باید کمک تخصصی بگیرن در مورد سوگ؟ چون گفتی اینا همه سوگ سالمه. یه سوگ ناسالم یا پیچیده داریم؟ آره ما چند تا سوگ داریم، حالا اسمهای مختلف دارن که اپروچ بهشون و نگاه بهشون متفاوته، ولی به صورت کلی اگر یک سوگ نرمال رو در نظر بگیریم، ما توقع داریم آدم ها با گذشت زمان عملکردشون بره رو به بهبودی. حالا برای بعضیا میبینی 2 ماه، بعضیا 6 ماه، نهایتاً 1 ساله، ولی ما توقع داریم دیگه طرف روال روتین زندگی قبلیش رو به دست آورده باشه. حالا ممکنه یه سری از کارها رو به واسطه نبودن اون آدم دیگه نتونه انجام بده، اونا رو در نظر نمیگیریم، ولی ارتباطاتش با آدم ها هست، کارش رو میکنه، درآمدش هست و دوباره داره این کاری که زندگی میکنه، به بچه‌هاش رسیدگی میکنه. چه زمانی ما میگیم آنورماله؟ زمانی که طرف از همون اولش در واقع یه سری افکاری داشته باشه که متناسب با سوگه نباشه. مثلا کسی که سوگوار نرماله ممکنه فکر کنه، بگه که کاش منم بمیرم. اون لحظه این جمله میاد تو ذهنش، این فکر میاد، چون دوست داره بره بپیونده به اون کسی که از دست داده. این نرماله. خب
و حالا با گذشت چند روز کم کمی حالت از بین میره. ولی برای کسی که آنورماله میاد میگه که من باید بمیرم و تمام اشکالات خودش، ناملایمت‌های این زندگی هم میاد سراغش و به خودکشی توتال فکر میکنه. و اگه این کارو کرده بودن برای اون شخص میشه حس گناه خیلی غیر طبیعی نیست اگر در مورد اون شخص باشه، ولی اگر حس گناه در مورد چیزهای دیگه هم باشه و بگی که اگر چون من این کارو نکردم اون مرد، پس منم با خودم بکشم و یا مثلا تلاش کنه برای این کار، یا در واقع شخص نسبت به تمام چیزهای دنیا بی تفاوت بشه. ببین مثلا توی سوگ نرمال اینطوریه که شما وقتی ناراحتی یه خاطره خوشحال کننده از کسی که دوست دارن تعریف میکنن، تو لبخند میزنی، خاطرات خوبشو که میگن مثلا کیف میکنی. ولی وقتی که فرد دچار افسردگی پاتولوژیک یا مورددار شده باشه، وقتی میگه اونم نمیتونه شادش کنه، یعنی از هیچ چیزی لذت نمیبره. حالا اینها یه سری چیزای کلیه، ما در کنار خیلی چیزهای دیگه تو شرح حال از خانواده با چیزایی که ابزرو میکنیم میبینیم به نتیجه میرسیم. ولی اینا نکاتیه که اگر دیدین توجه کنین، یعنی به اون فرد باید بیشتر حواستون باشه. و یکی همین که با گذر زمان میگم مهمترین چیز فانکشن فرده، این که فرد فانکشنش برگشته به حد نرمال یا نه. و منظورمون از فانکشن هم فقط یه چیزی مثل کار و درس و دانشگاه نیست، آیا تو روابط دوستانش هم تونسته تا یه حدی تعادل رو برقرار بکنه یا نه. اینا نیازمند توجه دیگه، اینا نیازمند توجه. خب ببین کسی که از روز اول که سوگواره، حالا هر سوگی کسی رو از دست داده، پت از دست داده یا موقعیت شغلی یا هر چیزی، از روز اول فانکشنشو داره و وارد هیچ کدوم از اون مراحل نشده، اینو میتونیم بهش بگیم که تو نیاز به کمک متخصص داری یا نه نرماله؟ از روز اول یا با گذشت زمان؟ روز اول. نه نمیتونیم از روز اول بگیم. شاید اون نحوه پرداختنش به چیزی که از دست داده متفاوت با ماست. شاید میره مینویسه، شاید یه جایی مثلا یه ولاگی داره، یه دفترچه‌ای داره، شاید یه سری کارهای دیگه میکنه که اون ناراحتیشو اونجوری تخلیه میکنه. اگر شما با گذر زمان دیدی که این آدم متفاوتی شده و واقعا یه سری چیزهایی که ویژگی‌های خوبی که داشت رو دیگه نمیتونه بهش بپردازه، نمیتونه به کارهایی که قبلا میکرده و خوب بوده، یعنی ما فانکشن پازیتیو در نظر میگیریم نداشته، اون موقع تازه الان میشه بهش توجهی کرد. متوجه شدم. پس ما دو نوع میتونیم سوگواری کنیم، یا عاطفی برون بریزیم یا با کاری، یعنی ژورنال کنیم، چیزی بنویسیم یا خیرات بدیم. دو جور میتونیم انجامش بدیم. خیلی میشه در مورد سوگ حرف زد، میشه سناریوهای مختلف رو گفت، ولی اینکه آدم‌ها این رو بدونن، امیدوارم بعد دیدن این برنامه آدم‌ها از خودشون خشمگین نباشن و من هم مثل تمام کسای دیگه بابت شرایطی که پیش اومده ناراحتم، ولی خب زندگی ادامه داره دیگه. ما بعدها شاید یک خط باشیم در دفتر تاریخ، شاید یه جمله باشیم فقط، یعنی زندگی شاید نباشیم. یعنی این زندگی روالش ادامه داره. به خودتون برای ناراحت بودنتون حق بدین، ولی بدونین که باید برگردین به زندگی. اگه احساس میکنین نیاز به کمک دارین، نیاز به این دارین که یه جایی خودتون رو تخلیه کنین و دوباره شروع بکنین، این کار رو بکنین. منتظر اینکه یه معجزه از یک نفر دیگه اتفاق بیفته نباشن دیگه، برگردن به زندگیاشون. و چقدر مهمه وقتی کسی سوگواره، حالا هر چیزی از دست داده، خودت بارها گفتی توی پادکست که میتونه چیز باشه، چون اولش توضیح دادی، نگفتی وقتی یه شخصی حضور فیزیکی داره یا حضور معنوی داره، گفتی یه چیزی، یعنی کارت، پت تو، یعنی اگه کسی پت از دست میده نباید قضاوت بشه که چرا حتی میگم ایدئولوژی و فکر تو دقیقاً سوگواری کنه براش و چقدر مهمه که دیگران کنارشون باشن. اینکه دیگران در کنار کسی باشن که سوگواره، چیزی رو از دست داده، ما هم توی تکاملمون بوده، هم تو بعضی حیونا هست، اصلا مختص ما نیست. الهام کامل توضیح داد که چقدر روی مغزمون، رو بدنمون تاثیر داره وقتی آدما دور همن. من نمیدونستم، تو میدونستی شامپانزه ها، دلفینا و فیل ها هم یه نوع سوگواری دارن وقتی که یکی از اعضای گله جدا میشه، چون برای اونا جدا شدن از گله به معنی نابودیه دیگه، تو قطعا در خطری و اذیت میشن.
دنبالش میگردن، بعد که پیدا نمیشه ناراحتی میکنن. یعنی این خیلی طبیعیه، این اتفاق باید بیفته و ما نیاز داریم به هم دیگه. آدما مخلوقات اجتماعی هستن، به هم نیاز دارن. یه اخیراً یکی خاطره تعریف میکرد که ما چقدر بدم میاد یکی میرن غذای مرده میخورن. اون پروسه غذا خوردن اهمیتش در اینه که غذا خوردن یه رفتار مثبت تلقی میشه، نشون دهنده ادامه اینه که ما زنده ایم و برای زنده بودن نیاز داریم که غذا بخوریم. یعنی یک در واقع کار مثبت، کار روزمره است. درسته که اون شخص از دست رفته، ولی زندگی اینه، ما باز برای زنده موندن و ادامه دادن نیاز به غذا خوردن داریم. من حتی خودم فکر میکنم بعد حتما اگه در یک سوگواری هر قسمتش دعوت شم میرم غذا رو میخورم، به خاطر اینکه اینها چیزایی که میره تو ناخودآگاه اون شخص و اون شخص احساسات بهتری در طولانی مدت خواهد داشت و نزنیم از این حرفا دیگه. من راستش خودم یکی از این آدمایی بودم که اینجوری فکر میکردم در موردش. الان که گفتی خیلی بدم میاد، اول گفتم اوه نگو الان میگه این چه آدمه. ولی همیشه بهش فکر میکردم که خب چرا اون آدم الان ناراحته، نمیدونم افسرده است، چرا باید آدم برن مزاحمش بشن، برن مهمونی یا برن با هم رستوران، دوست داره الان تنها باشه. ولی وقتی برام توضیح دادی که چقدر این تاثیر داره روی مغز، چقدر تاثیر داره روی هورمونای ما، چقدر کمک میکنه به این که ما بپذیریم یه چیزی رو از دست اون دادیم. زمان رو به ما میده. یعنی اون اتفاقا آدم میاد میمونه داره به من کمک، درسته که شاید واقعا سختم من باشه، ولی به مغز من اون زمانه رو میخواد، اون مسیر رو. چه خوبه من تنها نمیذاره، مثلا من چراغ خونم خاموش نیست، اون هست، مغز منم داره کار خودشو میکنه. خیلی ازت ممنونم، خیلی ممنونم. من خیلی چیزای جالبی گفتی که به نظرم لازم بود هر کسی بدونه، چون بخوایم چه نخوایم هممون در طول زندگی همش در حال به دست آوردن و از دست دادن. باید یاد بگیریم که چطور ناراحت باشیم، سوگواری کنیم برای هر چیزی که از دست میدیم. خیلی ازت ممنونم برای این امبیگوئس لاسی که به من یاد دادی، خیلی جالب بود. خیلی دوست دارم هم یه عالمه در موردش الان بخونم، مثالای دیگه به ذهنم برسه. خودت میدونی چقدر دوستت دارم. من بیشتر. عزیزم، مرسی از دعوتت.